نیک و مسلک دی زینت دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت د یوزوان مبهم د الزام پر محنت د یوزوان مبهم د الزام پر محنت د یوزوان. همه ماشینا در اختیار ماست. فرسکاری، خرادیکاری، شلایفکاری درست بلد شدیم و میتونیم کار کنیم بالاش. پیامد بر جوانایی است که بیاین در انستیتوت مکانیکی کابل و یا هر انستیتوت دیگه تکنیکی درس بخوانند و در آینده وقتی که فارغ میشوند در بازار آزاد و در دیگر جاها دست به کار شوند و آینده خود بسازند. اینجا موضوع شما هم نظری است هم عملی که 4 روز هفته را ما در نظری درس میخونیم و با همون چیزایی را که ما در نظری میخونیم اینجا میایم در شاپ های عملی کار میکنیم. ماشین های خراطی داریم که ماشین فرز داریم که بیا پیشرفته تر از دیگه ماشین های سابقه است که با این کار خود آسان‌تر ما انجام میدیم. شیوه دروس در انستیتوت مکانیکی نه تنها در انستیتوت مکانیکی که در تمام بخش‌های تعلیمات تکنیکی و مسلکی این به 2 شکل است یا به 2 سیستم است که یکی سیستم تئوریکی است و دیگه هم سیستم پرکتیکی یا سیستم کار عملی است. فرق اینجا با بازار همی است که تکی کار یا موضوعی که بر شاگرد ما میتیم این موضوعات تئوریکیشه یا موضوعات نظریشه. هر استادی که در بخش نظری است در تکنولوژیش میخوانه بعد از او امون نظری که در اونجا خوانده در صحنه عمل میآید با امون موضوعاتی که اونجا گرفته در تکنولوژی اینجا در بخش عملی پیاده میشه. اگر محاسبه داشته باشه محاسبه میشه، اگر شکل کار عملی داشته باشه یا پرکتیکی باشه اینجا عملا پیاده میشه. در این شعبه‌ای که شما فعلا حضور دارین این ماشین 4 پایه یا 5 پایه ما ماشین داریم، ماشین خرودی است و 1 پایه ماشین فریز داریم. عموما خرودی و فریز به جهت ساختن پرزجات است که پرزجات میتونه از موتر باشه، پرزجات میتونه از یک ماشین خود خرودی باشه، میتونه از یک ماشین گوشت باشه، از یک ماشین خیاطی که خانم ها در خانه خیاطی میکنن، میتونه هر پرزه‌ای باشه اینجا قابل ساخت و ساز است، ساخته میشه. تعلیمات تکنیکی و مسلکی از نامش پیداست که این تعلیمات است دیگه. عموما برای بچه‌ها کارهای پرکتیکی را به شکل نظری و عملی اینا فقط تمرین میکنند. هر پرزه اگر در بخش خرادی، اگر در بخش فریز است، در رنده است، فقط کار پرکتیک است. این افزار یک بخش رشته تکنولوژی ماشین‌سازی است و رشته تکنولوژی ماشین‌سازی یکی از شاخه‌های رشته انجینری مکانیک است و اهمیت از این آیز اهمیت زیاد با خاطر که خود رشته تکنولوژی ماشین‌سازی در ساخت و تولید پرزجات مختلف کار میکنند و ساخت تولید پرزجات از شروع استحصال فرزات شروع تا تغییر شکلش، ساختنش در ماشین‌های مختلف و نصب بسته‌بندی در ماشین‌ها و تجهیزاتی که مورد نیاز در او ختم میشه. بنابراین دارای اهمیت زیاد است و بدون رشته نمیتونه یک کشور امو استقلالیت اقتصادی خود داشته باشه. میتونه در هر تولید که ابتکارات باش فابریکا جور شود، از این ماشینا میتونن در اوج استفاده بر تولید پرزجاتش. به خاطر انکشاف ارچی بیشتر رشته از طریق اداره تعلیمات تکنیکی پلان روی دست گرفته شده که این نصاب رشته انکشاف داده شود که در بخش بعدی بر سیستم 2 ساله سم 13 و 14 به نام رشته انجینری مکانیک که در 2 دیپارتمنت، یکی دیپارتمنت تکنولوژی ماشین‌سازی و دیگر دیپارتمنت صنایع فلز فعلا نصابش تکمیل شده و انشالله که در سمستر بعدی محصلین در جذب خواهد شد که تغییر از با نصاب قبلی در این است که کامپیوتر رشته‌ای در 3 سمستر شامل ساخته شده، ماشین‌های CNC شامل ساخته شده که ماشین‌های CNC در جهان وجود داره اما در دانشگاه مسلکی تا فعلا تدریس نشده بود و محصلین در 2 دوره میتونن 2 ساله میتونن بخوانن، حاضر رشته‌های عمومی میتونن و رشته ماشین برق نه هر کس میتونه در این شامل شوند. انستیتوت مکانیکی کابل فعلا دارای 7 دپارتمنت است که و بعضی دپارتمنت های ما باز 3 دپارتمنت تشکیل دادن که از قبیل ماشینری است که شما پیشتر الحمدلله وضعیت را مشاهده کردین، از نزدیک دیدین و ترمیم موتر است، آبرسانی و مرکز گرمی است و برق هست و الکترونیک است
و دپارتمنت عمومی داریم و یک دپارتمنت هم استاد شاگردی داریم. همه رشته های ما الحمدلله از مواد قوی برخوردار هست که ما بتونیم، یعنی تقریبا ما میتونیم بگیم 60 الی 70% ما وسایلی در دست داریم که به خاطر مشق و تمرین شاگرد از استفاده بکنیم. الحمدلله در تمام رشته های ما او به حساب به دسترس داریم و توسط شاگردها اونها مشق و تمرین میشن.